سلام، وقت بخیر. من محمد حسین آریان هستم. دوستان عزیز، متاسفانه ما خبرهای مختلف را از صفحات اجتماعی دریافت کردیم و خبرگزاری‌های مختلفی خبرها را انتقال داده است، مبنی بر اینکه یک حکم یک قانون را به تازگی کشور جنایتکار به نام اسرائیل به تصویب رسانده و در او حکم قرار است 10,000 فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل به سر میبرند شامل او حکم شود که او حکم اعدام است. متاسفانه در بین او افراد 400 کودک یا زیر 400 به تعداد زیر 400 کودک و همچنان از طبقه زنان هم وجود داره و 3000 گفته میشه فلسطینی ها بدون کدام علت گرفتار شدن، اونا شامل حکم شود. آرزوی ما این است که چنین اتفاق نیفته و کشورهایی که توانایی از این داره که جلوی حکم را بگیره، جلوی اجرایی شدن این حکم را بگیره، باید صدا بلند بکنه. کجاست حقوق بشر، کجاست سازمان ملل، کجاست کشورهایی که همیشه خواهان تقویت حقوق و قوانین بشری بودن. اینا باید صدا بلند بکنن. اگر شما موافق هستین ویدیو را شیر بکنین و کامنت مثبت و بر علیه سیاست های ضد بشری بدین. تشکر از شما.